یونیت 731 یکی از تاریک‌ترین و وحشتناک‌ترین صفحات تاریخ جنگ جهانی دومه، به ویژه تو تاریخ ژاپن. این واحد مخفی امپراتوری ژاپن حالا کارش چی بوده؟ تو طول دهه 1930 تا 1940 اینا سری آزمایش‌های غیر انسانی و وحشتناک رو انسان‌ها انجام میدادن. تو ادامه به طور کامل و مفصل همشو براتون توضیح میدم. یونیت 731 که سال 1932 توسط ارتش امپراتوری ژاپن تو شهر هاربین تأسیس شده. این واحد به رهبری ژنرال شیروئیشی پزشک ارتش ژاپن فعالیت‌های مخوف خودش انجام میداده. هدف اصلی یونیت 731 این بوده که یه سری آزمایش‌های بیولوژیکی و شیمیایی رو انسان انجام بدن و ببینن نتیجه اون چیه تا بتونن تو جنگ از اون استفاده کنن. حالا قراره یه سری از فعالیتاشون رو با هم بررسی کنیم. فعالیتاشون شامل مجموعه از آزمایش‌های بیرحمانه و غیر انسانی بود. یعنی چی؟ مثلا آزمایش‌های بیولوژیکی. یونیت 731 به طور گسترده از باکتریا و ویروس‌های مرگبار برای آزمایش روی زندانی‌ها استفاده می‌کرده. بیماری‌هایی مثل طاعون، وبا، سیاه‌زخم و تیفوس. بیشتر این آزمایش‌ها رو افراد زنده بوده. یه نوع دیگه از آزمایششون آزمایش شیمیایی بوده. اونا گازهای شیمیایی یا مواد سمی رو انسان‌ها آزمایش می‌کردن. حالا گاهی وقتا تزریق مستقیم بوده، گاهی وقتا این گاز رو توی اتاق رها می‌کردن تا ببینن زندانیان چه واکنشی نشون میدن و تاثیراتش رو بررسی می‌کردن. یکی دیگه از کارشون تشریح زنده بوده. این وحشتناک‌ترین فعالیت یونیت 731. یعنی بدون بیهوشی افراد مورد تشریح قرار میدادن تا ببینن واکنش بدن اونا به جراحی و بیماری‌ها چجوریه. یکی دیگه از آزمایشاشون که خیلی هم معروفه آزمایش انجماده. اونا برای اینکه بفهمن تاثیر سرما و یخزدگی بر بدن انسان چیه، اونا رو تو شرایط سخت سرمایه قرار میدادن تا اثراتش روی بافتا و اعضای بدن بررسی کنن. یه آزمایش دیگه هم داشتن، اون که آزمایش‌های یونیت 731 رو زنای باردار بوده تا تاثیرات بیماری و مواد شیمیایی رو روی جنین و فرآیند تولید مثل بررسی کنن. حالا راجع به این قراره حرف بزنیم که قربانیان یونیت 731 چه کسانی بودن. بیشتر قربانیان اسیرای جنگی و غیر نظامیای چینی و کره‌ای بودن و گاهی سربازای خود ژاپنی. تخمین زده میشه که تعداد قربانیان این واحد به 10,000 نفر میرسه. این افراد اغلب بدون رضایت و اطلاع خودشون مورد آزمایش قرار میگرفتن و بیشتر اونا هم جون خودشون رو تو راه این آزمایش از دست دادن. بعد از جنگ جهانی دوم و با شکست ژاپن، فعالیت یونیت 731 به طور موقت مخفی میشه. ارتش ژاپن تلاش میکنه تا همه مدارک و شواهد مربوط به این واحد از بین ببره. اما با گذشت زمان و تحقیقات بیشتر، حقایق تلخ که این واحد چه کارایی انجام میداده آشکار میشه. جالبه بدونید که برخی از محققای یونیت 731 پس از جنگ توسط آمریکایی‌ها دستگیر شدن، اما به جای محاکمه و مجازات آمریکا با اونا معامله میکنه و میگه به ازای دریافت اطلاعات و نتایج آزمایش‌ها به بسیاری از اونها اجازه میده تا به کار خودشون ادامه بدن یا حتی تو برنامه‌های تحقیقاتی آمریکا مشارکت میکنن. یونیت 731 یکی از نمونه‌های برجسته بیرحمی و غیر انسانی تو طول تاریخ جنگ است. این واحد نشون داده که چجوری علم و فناوری میتونه در خدمت ظلم و ستم قرار بگیره و به ابزاری برای نابودی و آسیب رسوندن به بقیه انسان‌ها تبدیل بشه. امروز یونیت 731 به عنوان یکی از نمادهای جنایت علیه بشریت شناخته میشه و تاریخ نگارا و محققا به طور مداوم بررسی و تحلیل این واحد و فعالیت‌های اون میپردازن تا دیگه از تکرار چنین وقایعی جلوگیری کنن.